در شهر نوسیبیرسک روسیه یک زن مادر سه فرزند را برای مرگ فاجعه‌ای کودک 1.5 سالش به 8 ماه زندان محکوم کردند. این فاجعه شب 20 فوریه سال 2022 بین ساعت‌های 21 و 22 در اویله مهاجران تاجیک در یک منزل در کوچه کراسن روی داده است. لاریسا اپووا یاور ارشد دادستان ناحیه دزرژینسکی به نشریه کمسomolskaya pravda نوسیبیرسک برخی تفصیلات این پرونده را نقل کرد. زن که 26 سال دارد آن شب در حمام آب کران را گشوده کودک را در درون آب مانده است و به گردن کودک دایره مخصوص برای آبازی را که استفادهش بدون نظارت کلانسالان ممنوع است بسته است. سپس به خانه دیگر پیش کودکان دیگرش رفته است. در این بین کودک دایره را از گردنش گرفته زیر آب شده است و یک مدت زیر آب مانده است، نقل کرده است لاریسا اپووا. وقتی که مادر به حمام برمیگردد میبیند که کودکش زیر آب مانده است. او کودک را از آب برآورده کوشش کرده است که به او نفس صنعی دهد. طبیبان ریانیماسیای کودکانه طفل 1.5 ساله را به بیمارستان شهری کلینیکی کودکانه انتقال دادند، ولی به طبیبان میسر نشد که این طفل معصوم را نجات دهند. او دیگر به هوش نآمد و بعد 6 روز جان داد. تشخیص طبی و دادگاهی به خلاصه رسید که سبب مرگ کودک عاقبت‌های یک مدت در زیر آب قرار داشته نشده است. این مادر پوره به گناه خود اعتراف کرد. تنها گفت که با کودکان دیگر مشغول بوده است. شوهر او که در تاجیکستان قرار داشت بعد آن فاجعه همسرش را بخشید. دادگاه این زن را به 8 ماه محدودیت آزادی محکوم کرد. نقل میکند لاریسا اپووا. حکم این زن هنوز قوه قانونی نگرفته است، ولی بسیاری‌ها در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که دادگاه میبایست فاجعه بزرگی را که این زن غمزده را همچون مادر فرزند گم کرده مواجه شده است درک میکرد و او را دیگر محکوم نمیکرد.